یعنی این استوری رو باید دیروز میذاشتم، ولی اینقدر آدمو دروغ گفتن که کی دیگه باور میکنم. دیدم اون دختر توپل بامزه، گفتم این از این مملکت بره بیرون، این آدم نابغه‌ایه، میره اونور وای میسه، دیگه چیزی برای باختن نداره، هر چی فکر کنی میگه. سلام رفقا، به چنل حواشی تیوب خوش اومدید. در اینجا براتون حواشی یوتیوبرها و اینفلوئنسرها رو بررسی میکنیم، پس با ما همراه باشید. امروز با یه ویدیو پر از حواشی و داستانهای جذاب برگشتیم. از قسمت آخر و جنجالی برنامه محبوب عشق و نفرت که بالاخره پخش شد، تا پیام تشکر بهزاد غفاری بعد از تصادف تلخی که همه رو شوکه کرد. در ادامه هم میریم سراغ صحبت‌های نگین فضلی درباره گذشته سختش و هیت‌هایی که دریافت کرده. تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. قسمت آخر برنامه عشق و نفرت. امروز ظهر قسمت آخر برنامه هیجان انگیز و پرچالش عشق و نفرت از کانال یوتیوب اشکان پخش شد. اشکان برای این قسمت تیزری جذاب آماده کرده که حسابی توجه ها رو جلب کرده. بریم با همین تیزر جذاب رو ببینیم. از نگین خواستگاری کنم. ویدیوی جدید بهزاد بعد از تصادف. چند روز پیش بهزاد غفاری شرکت کننده برنامه عشق و نفرت تصادف بدی داشت که همه رو شوکه کرد. حالا بعد از چند روز بهزاد توی یه ویدیو از فالووراش بابت حمایت‌هاشون تشکر کرده. بریم این ویدیوی احساسی رو ببینیم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوبید؟ گفتم تا دیر نشده همینجوری شرمنده شدم یه استوری بزنم. یعنی این استوری رو باید دیروز میذاشتم، ولی یه داروهایی بهم دادم، از اینکه چشام باز میشه همونو خوابم میبره. دیروزم تلاش کردم که استوری وسیله های اینجا بذارم، ولی هیچ جوره توانش نبود. یعنی فکر کنم یه پارچ قهوه هم بخورم نتونم بیدار بمونم. خیلیاتون لطف داشتیم، به جویای حالم شدید، نگرانم بودید. گفتم یه استوری علل حساب بذارم، هم ازتون تشکر کنم و هم بهتون بگم دوستتون دارم و عاشقتونم و در اسرع وقت برای تک تکتون جبران میکنم. مرسی که هستید، دوستتون دارم. نگین فضلی، یوتیوبر و اینفلوئنسر ایرانی، به تازگی توی یه پادکست درباره هیت هایی که از بعضی آرتیست ها دریافت کرده و سختی های زندگی گذشتهش صحبت کرده. این حرفا توجه خیلی ها رو جلب کرده. بریم با هم بخشی از این پادکست رو ببینیم. خیلی فکر کنم من فقط توی حالت دیده شدم، اونم تنهایی تو پیج خودم. شما منو با یه پسر دیدید کنارم. یعنی داشتی تو حالا رابطه پارتنری یعنی یا نه اصلا؟ تو یه اسمی پخش شده اسم پرستو. من پرستو خورم ملسه. میدونید چی میگم؟ اگه بخواید من این تهمتو بزنید، انقدر آدمو دروغ گفتن که کی دیگه باور میکنم. دیدم اون دختر توپل بامزه شاید یه حرفایی به درد بخوره واسه زدن داره، ولی کسی آدم حسابش نمیکنه. گفتم خب ببین تو باید لاغر کنی. مثلا یوتیوب میذارم یا میبینم یه آرتیستی داره منو هیت میکنه، رندوم داره راجع به من حرف میزنه، راجع به فامیلیم حرف میزنه، راجع به کچل بودنم حرف میزنه، راجع به اینکه مثلا بچه‌ام اومدم تو رپ دارن حرف. ولی این هیتایی که من میخورم یه سریاش به ناحق، یه سریاش به حق. واقعا میدونی چی میگم؟ من خیلی جاها هم پروبازی درآوردم و در این حال قیافم هم شبیه بچه تخس بوده. ببین الان مردم منو اونقدر نمیشنون. من الان نمیتونم بیام بشینم حرف فلسفی بزنم. اونا از من حاشیه میخوان، اونا از من ریلیشنشیپ میخوان، اونا از من کات میخوان، از من خیانت میخوان، از من دنس میخوان. من خودشون متوجه نیستم ولی از من اینا رو میخوان. صحبت‌های رجبپور درباره تتلو. توی برنامه بازیا، علی زیا با آقای رجبپور تهیه کننده موسیقی یک گفتگوی جذاب داشت که توش درباره امیر تتلو صحبت شد. نظرات جالب و متفاوتی درباره تتلو مطرح شده که خیلی‌ها رو کنجکاو کرده. بریم بخشی از این مصاحبه رو ببینیم.
به خدا قسم این امیر تتلو می‌خواست ایران بره بیرون. به یکی گفتم ببین اگه یه کار درست در مملکت می‌خوای انجام بدی فقط از این بره. گفتم این از این مملکت بره بیرون، این آدم نابغه‌ایه، میره اونور وای میسه دیگه چیزی برای باختن نداره، هر چی فکر کنی میگه. نمیفهمید من چی میگم. حتی اون جای امیر تتلو زندانه. میدونی کیو باید جاش بکنن زندان؟ همه کسایی که باعث کرد شدن آدمی که روی ناو 77 جمهوری اسلامی رفت برای خلیج فارس بهترین قطعه خلیج فارس رو خوند، بره اون قطعات رو. بابا این بچه مگه این تو این مملکت بود این حرفا میزد؟ کارا میکرد مگه؟ به خدا انقدر این پسر خوبی بود، انقدر پسر خوبی بود که آدمی که میتونه بره تو بازداشتگاه شرح واقعه یه بغل دستیش که توی بنده توی بازداشتگاه بوده در ترکیه بیاد بیرون بکنه فلان قطعه. میدونی یعنی چه؟ نابغه. آدمی که میتونه در همه گونه‌هایی که تخصص رو داره هر کلمه درست و نادرستی، اصلا هر چیزی رو جای خودش تو اون سیلابه بذاره، قافیه کنه و خودش بیاد دو دست بگه آقا ببین به کجا برسونی یا رو بگه آقا ببخشید من بعد واقعا نمیدونم حتما به یک مرزی از ناامیدی جنون شاید رسیده و این کارو کرده. انتقاد از سادگی زندگی رضا عطاران. یه ویدیوی جدید منتشر شده که توش چند تا از بازیگرا و کارگردان‌های معروف ایران درباره رضا عطاران نظر دادن. نکته جالب اینه که از شخصیت بزرگ و زندگی ساده رضا انتقاد کردن. نه پرش سواری، نه لباسای برند یا فلانجا رو می‌پوشی. تا اونجا که میدونم اساساً ماشینم نداری. ماشین که ندارم، این که واقعا پشت فرمون نشستن دوست ندارم. اون بغل دست نشستن مخصوصاً جلو و دیدن اطرافو خیلی بیشتر دوست دارم. مثلا عطاران کاملا شرایط این رو داره که بتونه لاکچری زندگی کنه و نمی‌کنه. به خاطر اینکه موقعیت دیدن رو از دست میده. عطاران ماشین نداره. هنوزم عطاران هنوز میره بازار تهران، اونجا میره کلاه میخره. عطاران از هیچ جا قایم نمیشه. من پیکه‌ای داشتم، سوار ماشین پیکه شد، کنار خیابون وایساد، داد یه واکسی کنار خیابون، کفششو واکس زد و نگاه میکنه و ارتباط داره با این آدما. عطاران خودش میره نونوایی میگیره و خب طبیعیه که وقتی بخواد یک نونوا توی کارش باشه میشناسه، دیده. عطاران از پشت شیشه ماشین جامعه رو نگاه نمیکنه. اصلا تمام کاراکتراشو انگار تو فامیل خودتون داری، انگار تو کوچه‌تون داری، تو محلتون دیدی. ما به ازا داره کاراکترها توی ذهنتون میشینه. خب رفقا، دمتون گرم تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید. نظراتتون خیلی برام با ارزشه، پس حتما انتقاداتتون رو با ما به اشتراک بذارید. مرسی.